آیا یا انسانی که عبادت پروردگار را انجام داد و اعمال صالح انجام داد، نیکی بنده این، آیا شیا تنها وتی فایده رسی؟ رب العالمین فرمایانی در اولی آیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. به یه چیزا اشاره کنگی که نعمت عمل صالح و عبادت و تأثیر عبادت در زندگی انسان تنها خلاصه در دنیا نہیں، تنها خلاصه به خود انسان و فرد و انجام دهنده اعمال نہیں، بلکه وتی هم بهره‌مند بی، وتی هم سودمند بی، وتی هم فایده گیریه و تمام آهیه تا چندین نسل از همی عمل صالحی انسان الله ذوالجلال آهیه اولادا، آهیه چوک زهتا، آهیه نبیریا، آهیه تمام نسل الله ذوالجلال بهره‌مند کند. خداوند متعال آیان بهره‌مند کند تو نصیبش کند. اولی فایده عمل صالح، کسانی که ایمان یارند و بعد از آوردن ایمان اعمال صالح انجام دهند، الله ذوالجلال فرمانی منی پروردگار آیان محبوب قرار دهم، آیان دوست دارم. سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی الله ذوالجلال فرمانی اولی نتیجه اعمال صالح شیء که بزودی زود عن قریب در زمان نزدیک سیجعل لهم الرحمن ودا، منی پروردگار آهیا دوست دارم، آهیا وتی محبوب قرار دهم، آهیا وتی معشوق قرار دهم و آهیا دوست دارم. سبحان الله. سیجعل لهم الرحمن ودا، منی پروردگار آهیا دوست دارم، منی الله یعنی برعکس بی، معشوق بی الله عاشق بی، محبوب بی الله حبیب بی. او مردمو بیای دنیای تو که الله ذوالجلال عبادت ها بکن، هفت پشت آوتی نسلا تضمین بکن آیانی خوشبختی ها، آیانی زندگی ها، آیانی سلامتی ها، آیانی دینداری ها، تا هفت پشت بیا آیان تضمین بکن. مال و سرمایتی چوک و تی فرزند خوشبختی ها تضمین کت نکن. یک ما به اندازه فرزندان وقت در تمام شهرستان های همجوار بره ساختمان ببنده یا لوگ بزیره که بعد از وفات ما می چوک فقیر مبند، می چوک بزرگ مبند. یه چیز مشمه چوکان و مشمه نسلا آیانی خوشبختی ها تضمین نکنند. بیا عابد الله ببی، بیا صالح ببی، بیا اعمال نیک انجام بده، الله ذوالجلال تی هفت نسل آباد کن و آیانی خوشبختی تضمین کن.